انقدر خوردن دیگه هیچی نبود ما بخوریم. ما گرسنه اومدیم. یاد جمله افتادم میگفت خیلی عجیبه که ما اینجا تو ایران عرق میریزیم و زندگیمون اینه، اونا اونجا عرق میخورن و زندگیشون اونه. مشکل تو عرق ریختن یا تو خوردنشه؟ چجوریه داستان؟ ما که خودمون عرق جبین میخوریم، رفیقمون که عرق زیر بغل میخوره. اصلا تبلیغاتمون تو ایران با همه جای دنیا فرق میکنه. صبح تا شب SMS های تبلیغاتی بیچاره کرده ما رو. میری کد میدی به گوشیت که این SMS برات نیاد، از یه سوراخ دیگه میاد. بدبختی یکی دوتا نیست. 5 صبح برا من SMS اومد، گوشیمو سایلنت نکرده بودم، از خواب پریدم هراسون، گفتم نکنه کسی این موقع صبح کار واجب داره. SMS رو باز کردم دیدم نوشته شده بود قالی شویی شربت اغلی هیچ شعبه دیگری ندارد. بغض کردم چون فکر می‌کردم اینا یه شعبه دیگه دارن نمیگن میشرن.